سلام دوستان، ما به خوش آمدید به ولایت موزیما. امروز اومدیم ما به یک شهر بسیار کلان نیوزلند به نام آکلند میگنش. اینجا ما به شما معرفی میکنیم یک از سوپرمارکت های خود افغانی خود ما که محصولات افغانی دیش میباشه که در داخل همه چیز پیدا میشه و از افغانی خود ما هست. در آکلند موقع داره و به شما آدرسش از زیر کاپشن با تماشا میکنم و بگیرید آدرس بیاین اینجا خریداری کنین. همه چیزی که نیاز داشته باشین شما در اینجا پیدا میشه، از قبیل میوه خوش، غورا کباب، گنج کباب، همه چیز افغانی ما شما در اینجا موجود است. به دوستان با هم یک تماشا میکنیم و داخلش سلام دوست عزیز، خوش آمدید. شما ما اومدیم داخل سوپرمارکت افغانی شدیم و اینجا شما میبینید که از ترموز چای، میوه خوش، همه چیز اینجا موجود میباشد. هم با سیستمی که کیلوگی پکیج کردن، هم میتونید خودتون هر مقداری که بگیرین از کیلو، 2 کیلو، 3 کیلو و از قسمت میتونین بگیرین. و در این قسمتی که شما میبینید بسیار چیز بسیار جالبی متوجه شدم. اینجا که من در فریزر دیدم که از انرژی بابه که یا شباب افغانی ما که من خود مثلا پیشتازی بسیار دخ شده بودم و یک تن از مشهورترین کمپانی های افغانستان می باشه که تا در هر کشور از این میتونید که بگیرید. مثلا جرمنی، در نیوزلند ما آمدم بسیار خوش شدم از این که از این کوک ما در کمپانی ما شما در اینجا صادرات خود کردن و اینجا میبینید شما از جوس سنیج می باشه و اینجا از رانی افغانی ما که بسیار مشهور است. کل ما در گرمی های افغانستان از این استفاده میکنیم و می نوشیم. بهترین یک رنگ سرد برای گرمی می باشد
که بسیار عالی. دوستان عزیز از دگاه بخار وطنی ما کدام دگاه هندی است یا افغانی است، من فکر کنم مسئول افغانی ما باشد و فکر کنم هندی است، اما اینجا میبینیم ما شما که از دگاه بخاری که کل مادرها پشتازی دق شدن و بهترین چیز است به خاطر پخته کردن گوشت و شوربای وطنی دی مزه میده. اینجا میبینید همه چیز، اینجا ترموزای چای افغانی میباشد که در همینطور هیچ وجود ندارد و میتونید شما بیاین از اینجا از دکان قندوری بازار در عبدالله موقعیت دارد، میتونید از این خریداری کنید. دوستان عزیز با شما به همه قسمت‌های سوپرمارکت براتون معرفی کردیم، در ویدیو تماشا کنید و در سوپرمارکت از قبیل مواد افغانی، ایرانی و مردم دوست ما عرب موجود می باشد و میتونید که خریداری کنید و میتونید بیاین و آدرس ما با شما در زیر کاپشن نوشته میکنم و میتونید مستقیم کپی پیست کنید در گوگل مپ و به این موقع بیاین و سوپرمارکت خود ما شما که از افغانی خود ما شما خریداری کنید. درسته دوستان عزیز، تا ولاک بعد خداحافظ، مددگارتان، سلام علیکم.